تیمم. علما در کتاب‌های فقه نسل به نسل همچنان تأکید نمودند که شریعت هیچ چیز را بدون صحبت از آن نگذاشته تا مسلمان را در چارچوب وسیعی از احکامی که زندگیش را بدون حیرت و تردد روشنی می‌بخشد قرار دهد. یکی از دلایلی که علما بر قاعده یاد شده بنا کرده اند در مورد تیمم مجسم می‌گردد، زیرا که به جای وضو و غسل در هنگام نبودن آب به کار می‌رود و تیمم در کتاب‌های لغت به قصد و توجه به سوی چیزی تعریف شده است، در حالی که شریعت چنین تعریف می‌کند: مسح روی و دستان با خاک پاک به غرض طهارت. الله تعالی فرموده است: آب را پیدا نکردید پس تیمم کنید به خاک پاک، مسح کنید از آن به روحایتان و دستهایتان. سوره مائده آیه 6. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: 5 چیز به من عطا شده که به کسی پیش از من داده نشده. با بیم و هراسی بر ضد دشمن کمک شدم که مسافتش مسیر 1 ماه راه می باشد. زمین برایم مسجد و پاک گردانیده شده. پس هر یک از امتم را وقت نماز برسد باید که نماز بخواند. روایت بخاری. تیمم واجب است هنگام نبودن آب و یا هنگام مشکل بودن استعمال آب برای آنچه که طهارت واجب می باشد مانند نماز. تیمم مستحب است برای آنچه که طهارت مستحب است مانند قرائت قرآن. و تیمم مشروع شده هنگام نبودن آب به دلیل فرموده الله متعال: آب را پیدا نکردید پس تیمم کنید به خاک پاک، مسح کنید از آن به روحایتان و دستهایتان. مائده 6. انسان باید برای یافتن آب جستجو کند، ورنه شامل کسی که آب نیافته نمی باشد. همچنین تیمم جایز است هنگام ناتوانی استعمال آب، هرچند که آب موجود باشد، مانند بیمار و یا بزرگسالی که نمیتواند حرکت کند و کسی هم نیست که وی را در وضویش او را یاری دهد. همچنین تیمم جایز است هنگام بیم ضرر از استعمال آب که مبادا بیماریش افزایش یابد و یا بیم ضرر از شدت سرما به دلیل فعل عمرو بن عاص رضی الله عنه، آنچه که ثابت شده که در سرمای شدید تیمم کرد و با همراهانش نماز خواند. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آن را صحه گذاشتند. و بالاخره تیمم عوض آب در پاک کردن است. هرگاه در جای دوری بوده که آب آشامیدنی کمی در اختیار دارد و توان آوردن آب بیشتر را ندارد نیز تیمم می کند. و هنگامی که انسان ناچار به تیمم کردن باشد با 2 دستش به زمین 1 ضربه بزند و پس از آن برای کم شدن غبار آنها را پف کند. سپس رویش را 1 بار با آن مسح کند. پس از آن پشت دستانش را مسح کند. پشت دست راست را با کف دست چپ و بعد از آن پشت دست چپ را با کف دست راست مسح کند. وجود نیت برایش شرط است. همچنین مسح به ترتیب از روی آغاز می شود، پس از آن مسح دستان را در بر می گیرد و نیز شرط است پشت سر هم که در انجام تیمم دستانش را پس از رویش بلا درنگ مسح کند. و عمار رضی الله عنه روایت می کند که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با 2 کف دست به زمین زدند و آنها را پف کردند، سپس با آنها روی و دستانشان را مسح کردند. به اتفاق بخاری و مسلم. و تیمم به مجرد پیدایش آب و یا وقوع یکی از شکننده های وضو مانند خروج باد و یا وقوع آنچه غسل را ایجاب کند مانند احتلام شدن باطل می شود. همچنین با زائل شدن عذری که به خاطر آن تیمم جایز شده بود مانند بیماری و مانند آن تیمم می شکند. علما در باب تیمم نکات زیر را برای آگاهی تذکر داده اند. 1. نماز خواندن با تیمم هنگام ناتوانی بر آب بهتر از آن است که با وضوئی نماز بخواند که از فشار قضای حاجت بول و یا غائط رنج برد. 2. تیمم بر دیوار جواز دارد و فرش و امثال آنها که خاک و یا غبار بر آن نشسته باشد نیز جایز است که تیمم گرفت با آن. و به این نکته اشاره کردند
که با یک تیمم می تواند هر مقدار نمازهای فرض و نفلی که خواسته است بخواند تا زمانی که یکی از شکننده های تیمم واقع نشود. همچنین علما گفتند وضو گیرنده می تواند بر پشت سر تیمم کننده در نماز اقتدا کند به دلیل صحه گذاشتن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر کار عمرو ابن عاص که در سرمای شدید تیمم کرد و با همراهانش نماز به جماعت خواند. و علما نیز تأکید کردند کسی که تیمم کرد و نماز خواند پیش از پایان وقت نماز آب پیدا شد نماز را اعاده نمی کند. از ابی سعید خدری رضی الله عنه نقل شده که فرمود دو مردی به سفر برآمدند. وقت نماز فرا رسید، آبی برای وضو نداشتند، به خاک پاک تیمم کرده نماز خواندند و قبل از پایان وقت آب را یافتند. یکی از آنها وضو کرده نماز را اعاده نمود و دومی اعاده نکرد. پس از آن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و وضع را یادآور شدند. آن حضرت برای کسی که نماز را اعاده نکرده بود فرمود تو به سنت عمل کردی، نماز تو درست بود. و برای کسی که وضو کرده نمازش را نیز اعاده کرده بود فرمودند برای تو 2 پاداش است، به روایت ابو داود. و هر که تیمم کرد در اثنای نماز و یا قبل از آن آب پیدا شد باید که با آب وضو بگیرد به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خاک پاک برای مسلمان طهور است اگر 10 سال هم آب را نیابد. اگر آب را پیدا کرد باید مواضع وضوی پوستش را ترک کند، این کار برایش بهتر است، به روایت ترمذی. و هیچ چیزی مانع نماز مسلمان نمی شود تا نماز را از وقتش تأخیر کند. اگر آب برای وضو نیافت و یا از استعمال آن عاجز بود تیمم می کند. اگر از تیمم کردن هم عاجز شد بدون طهارت نماز می خواند.